سلام. بریم تو این آموزش یه خورش خلال خوشمزه کرمانشاهی با این رنگ و لعاب درست کنیم. اول از همه پیاز نگینی خیلی ریز خورد شده میخوایم داخل تابه بدون روغن حدوداً 5 دقیقه تفتش میدیم تا آبش کشیده بشه. یه مقدار که سبک شد روغنمون رو اضافه میکنیم. میتونین کمتر از منم روغن اضافه کنیم. چند دقیقه تفتش میدیم تا یه مقدار رنگ عوض کنه. زردچوبه و فلفل سیاه رو اضافه میکنیم. 1 دقیقه تفتش میدیم. بعد گوشتامون رو اضافه میکنیم که حدوداً 2 سانت هستش. یه مقدار از قیمه‌ای باید درشت‌تر باشه. من ماهیچه‌رم همینطوری دلخواه اضافه کردم، خیلی طعمشو بهتر میکنه. بعد کامل گوشتمون رو تفت میدیم تا دور تا دورش رنگ بگیره. به این صورت که کامل دور تا دورش رنگ گرفت میرسیم به مرحله اضافه کردن رب گوجه. رب گوجه رو قبل از اضافه کردن گوشت هم میتونین اضافه کنین. من همیشه بعد از گوشت اضافه میکنم. یه مقدار رب گوجه رو داخل روغن تفتش میدیم. بعد با موادمون کامل مخلوطش میکنیم. بعد 2 لیوان آب جوشیده اضافه میکنیم. یه چوب دارچین هم اضافه میکنیم. من پودر دارچین اضافه نمیکنم که رنگ خورشتم تیره نشه. درشو میذاریم به جوش که اومد. جمعش میکنیم، اجازه میدیم 2 ساعت بپزه. تو این فاصله لیمو عمانیامون رو چند تا سوراخ میکنیم، روش آب جوش میریزیم. هم تلخی لیمو عمانی اگر داشته باشه گرفته میشه، هم مقدار نرمتر میشه. خلال باداممون هم حدوداً 1 رو 20 دقیقه با گلاب خیسش میکنیم. یه مقدارم زعفرون اضافه میکنیم. مواد بعدی که داخل این خورش استفاده میشه زرشک سیاهه که مقدار سختگیر میاد. اگر پیدا نکنید از زرشک قرمز هم میتونین استفاده کنین. یه مقدار خیس میکنیم تا نرم بشه. چوب دارچینمون رو خورشتمون خارج میکنیم. حدوداً اینجا 70% گوشتمون پخته شده. خلال بادام خیس خوردهمون رو زرشک خیس خورده رو لیمو عمانی رو به همراه گرد لیمون رو اضافه می‌کنیم. یه مقدار هم میزنیم. تست پخت گوشتم به این صورته که با قاشق اگر از وسط جدا شد یعنی گوشتتون پخته شده. تو همین مرحله زعفرون رو نمک رو اضافه می‌کنیم. دوباره مقدار مخلوط می‌کنیم. در ظرف میذاریم. حدوداً 1 رو 20 دقیقه که مواد پخته بشه کافیه. من آب خورشتم خیلی کم شده بود. یه مقدار آب اضافه کردم. در کل این خورش خیلی خورشت رقیقی نیست. یه مقدار خورشت غلیظی هستش. امیدوارم درست کنین و دوستش داشته باشین. مواد اولیه هم داخل دیسکریپشن نوشته شده.